اومده کامنت آتیش گذاشته. درسته جنه که به همه کس نباید اعتماد کنی خب، ولی اینکه راجع به یه کامنتی میخوام صحبت کنم که خیلی اذیتم کرد. سلام دوستان، خوش اومدیم به اپیزود جدید سیبیل تاک. امروز اومدیم در مورد بزرگترین اشتباهاتمون صحبت کنیم. به به. و کامنت سریا بخونیم. شاهکار. ناشناسه که تو تلگرام اومده خیلی تعداد کم و اندکیه، ولی خب همون هم ارزش داره برای ما. گوشتم فقط برای آب نه ارو چتره داره میریزه، اوکیه. خب ما اینجا نیستیم که بخوایم مثلا چیز صحبت کنیم، بخوایم نصیحت بکنیم یا چیزی. ما فقط تجربیات خودمون، اشتباهی که خودمون داشتیم میخوایم تعریف کنیم اگه قابل تعریف باشه. اگه قابل تعریف باشه. سوال ساده ایه، بزرگترین اشتباهی چیه؟ ولی جواب سخته. آره جواب سختی داره. یعنی اینجوری که وقتی بریش فکر کنی میفهمی نه اینقدرم راحت نیست، اینقدرم ساده نیست. اشتباه بالاخره زیاد آدم تو زندگیش میکنه. دقیقا. بذارم تصمیم چیت کد کوروش. حالا که همون کوروش فرنگ. خب شما بزرگترین اشتباهی چیه آقا حسام؟ دوستی با تو. همچنین. The end. تمام شد. خوشحالیم که این قسمت دیدید. شورت یوتیوبمون شد. This is the end. خب اول میخوای سوال بپرسی جواب بدیم یا اول کامنت های بچه ها رو بخونیم؟ کدوم شما دوست دارید؟ فرق نمیکنه. میخوام کامنت بچه ها رو بخونیم. اول کامنت بچه ها بخونیم راجعش بحث کنیم. خب چون کامنت های سری جالب بود. کامنت واسه اول تلگرام ببینم ناشناس کسی. یه نفر نوشته اعتماد و تکیه کردن به کسی به جز خودم. یکی هم سلام خالی فرستاده. اشتباهش بگم سلام بوده. اعتماد و تکیه کردن به کسی به جز خودم. فکر نکنم. نه نمیشه که اشتباه بوده. آخه خیلی کلیشه‌ایه این حرف. خیلی جوریه. خیلی جوریه. یعنی چی؟ ببین تو اصلا زندگی آدم به آدم بر اساس اجتماع دیگه. دقیقاً. تا وقتی اجتماع نباشه خب اصلا منطقی نیست. میخوای تنهایی بشی هم وجود نداره. همون میخوای تنهایی بشی تو اتاقت به خودت تکیه کنی. خوبه تکیه و اعتماد کردنه، ولی نه همیشه و همه جا به همه کس. ببین درسته جنه که به همه کس نباید اعتماد کنی خب، ولی اینکه اعتماد کردن به کسی به جز خودم اشتباهه خیلی حرف مسخره‌ایه. آره چون آدم با اجتماعی که بالاخره نیاز داری به نفر. آره بالاخره نیاز داری که با یکی حرف بزنی حداقل. خیلی لرم خواهد اینو کی نوشته. هیچ ناشناسه. داداش خودتو معرفی کن یا خواهر. خب بذار من اینستام باز کنم ببینم. راجع به یه کامنتی میخوام صحبت کنم که خیلی اذیتم کرد. چی؟ یه نه خانوم یا آقای به فامیلی مهربان تو یوتیوب آیدی مهربان تو یوتیوب برام کامنت گذاشته که اشتباه این بود که شما رو فالو کردیم. حالا خانم آقا اونجا فالو نمیکنن، اونجا ساب میکنن. اشتباه ساب کردن بوده. حالا اصلا اونو مشکل ندارم، شما مهربان باید باشی. شما اگه مهربان نیستی شاید فقط اسمش مهربانه. فکر کنم خانومه چون ماهی مهربان نوشته چیزش آیدیشه. داره. خانم مهربان شما مهربان باشید. با ما مهربان باش. ما گناه داریم. خب تو اینستا راجع به کی می‌خواستی صحبت کنی؟ کامنت ها. کسی نمی‌خواستم صحبت کنم. راجع به یکی از دوستام امیرحسین اومده کامنت آتیش گذاشته. بابا من گفتم بزرگترین اشتباهی تو بگو. یعنی شما کامنت آتیش برای ما می‌ذاری؟ داداش میتونی برامون ناشناس بفرستی ما نمی‌فهمیم تو بودی. الان یه نفر رو خوندیم نمی‌دونیم کیه. یکی اومده نوشته بود چرا باید بگم. خب شما اگه نمیخوای لو بری که کی هستی میتونی ناشناس بیای تلگرام و بگی و اونجوری حتی ما هم نمیفهمیم ولی در موردش بحث میکنیم. یکی نوشته ترک ورزش موقع تینیجری. بله به نظرم درسته. خیلی درسته. بدترین نمیشه گفت آخه. بزرگترین نمیشه گفت. نه بزرگترین اشتباه آدم نمیتونی اینو بگی به نظر من. یعنی تو اشتباهی بزرگتر از اینم میکنی تو زندگی. دقیقاً. داداش چند سالته وایسا نمیدونم. بذار از روی عکسش حدس بزنیم. 28 سالشه. میشناسی؟ بله. آشناه. حله. فالو کن داداشم.
28 سالشه. 28 سال از نظرم بزرگترین اشتباهات چیزای دیگه ای میتونه باشه. مثلا من اینو بگم من که ورزش در تینیجری. ولی خب شروع کنید ورزش رو خوبه. خب دیگه کی کامنت گذاشت؟ هیچ چی دیگه نذاشته فکر کنم. همین ایموجی داده بودن فقط. اکثر ایموجی گذاشتن. این ایموجی کلا اشتباهات باحاله. آها اشتباه راست باحاله. یه سریاشون باحاله واقعا. منطقی بخوام راجعش حرف بزنیم اشتباه به نظرم آدم باید انجام بده و بعدش بفهمه که این اشتباه بوده و یعنی که ببین آخه تصمیم اشتباه سیاه باید باشه که سفید معنی پیدا کنه. اشتباه هم باید باشه که درسته رو بفهمیم. یه سری اشتباهات داریم که ما خودمون نمیدونیم داریم اشتباه میکنیم، بعداً میفهمیم. یه سری اشتباه داریم دیگه خودمون میدونیم این اشتباهه ولی دوستش داریم. حالا مثلا شاید میخوای شجاعت تو به رخ یه نفر بکشی، شاید عادت کردی اصلا به اون اشتباه، میدونی اون اشتباهه ولی چون بهش عادت داری انجام میدی. منطقی. من کلا ازم اشتباهات باشه که درست رو بتونی پیدا کنی. من اصلا اینجوری بشینم از کادر میرم بیرون برای همین شولکس. چرا ادامه میدن؟ یه سری‌ها که میدونن اشتباه میکنن چرا ادامه میدن به نظرت؟ نمیدونم، بستگی داره به اشتباهش آخه. مثلا به خاطر ترسه که اون هنوز اون اشتباه انجام میدن. میتونه یه جورایی براشون مثل یه اعتیاد شده باشه. با همون دیگه هم عادت هست. انگار عادته. آره اعتیاد شده براشون دیگه از سرشون رفت نمیشه. میدونن هم اشتباهه ولی مثلا همچنان پیش میرن. بعد هزینه‌ش هم میدونن و میرن پیش. این برای من خیلی عجیبه که میدونن هزینه‌ش چیه، میدونن هم اون اشتباه بزرگه ولی باز انجامش میده. کلا خیلی اشتباهات زیادی دارن همه و انجام میدن. خودمونم پر از اشتباهیم. دقیقاً. الان نه نور داریم نه کادرمون داره. زیادی داری خودمون رو میزنی دیگه. این یکی بزرگترین اشتباهاتت هم اینجا بود که ما داری خودمون رو میزنی. بده این کارا نکن. تیک تاک هم بچه‌ها میتونید ما رو دنبال کنید. راستی یکی از بچه‌ها اومده بود توی شورت یوتیوب گذاشته بود که یکی بزرگترین اشتباه این بوده که موقع تو پیش دبستانی موقعی که چپ و راست رو درس میدادن این گوش نمیداده. واقعا یعنی ما واقعا اینو به چشم دیدیم. دقیقاً اینو من خیلی به چشم دیدم که طرف دست چپ و راستشو بلد نیست، میگی فلانی راسته. حالا شما هم قرار ببینید. آره یا عجیب برف گنده ای افتاد. و خیلی عجیبه مگه میشه دست چپ و راست تو بلد نباشی؟ و موقعی که یکی داره سر داد میزنه که فلانی راسته چپته بعد برعکس بگیری. اینا رو باید تو اپیزود بعدی راجع به ویدیو گیم بگیریم، بعد خیلی بحث شدیدی کنیم. مثلا دوست دارم خودشم بیارم اینجا و بکوبمش. تمام اون دادایی که من زدم گلوم گرفته. روست شو نزنیم که مردم بیاریم روستشون کنیم. خیلی نامردیه. ایده خوبیه. خودمونم روست شیم. بعد من که اونم دو تا تریبون داشته باشیم، دو نفر یه نفر وایسی روست. ویدیوهای جدید همینجا ساخته شد، قطعش کن دیگه بس. بزرگترین اشتباهات این بود که ایده های ویدیو رو تو ویدیو داری میگی. دقیقاً تو گفتی باز همش اشتباهات توه. بعد اینکه فهمیدی اشتباه کردی تو سعی کردی درستش کنی؟ نه سعی کردم صورت مسئله رو پاک کنم. این خیلی اشتباهه. نه دیگه چرا اشتباهه؟ میدونی ما صورت مسئله رو که پاک کنی دیگه اشتباهی هم وجود نداره که انجامش بده. خب همین اشتباه اینه که ما میخوایم اشتباهاتمون رو حل کنیم. به نظرم باید بتونیم باهاشون زندگی کنیم، یعنی تو زندگیمون باشن که اگه دوباره خواستیم خب تو وقتی درس تو ازش بگیری خب دقیقاً دیگه اون درس همون اشتباه است، نه صورت مسئله. درسشو که بگیری بعدش میتونی صورت مسئله رو پاک کنی. نه دیگه اون هیچ وقت نباید پاک شه، چون اگه اون پاک شه درس هم تو نمیگیری چون تونستی فراموشش کنی. منطقه اینه که صورت مسئله رو پاک کن. این مخالفم باهات اصلا. قطعا صورت مسئله رو پاک میکنی بعد دیگه اشتباهی هم وجود نداره که انجام داده باشی. انگار نه انگار چیزی وجود داشته، به روی خودت نمیاری. البته که مثلا یهود یقتو میگیره و نابود میشی سرش، ولی خب آره یه سری حداقل تا یه مدتی حسش نمیکنی. یه سری اشتباه هستن که ما خودمون میدونیم اون اشتباهه و به خودمون دروغ میگیم و میدونیم که به خودمونم دروغ میگیم، یعنی دو تا سه تا اشتباه با همه و چرا اونا انجام میدیم؟ یعنی چی میشه به نظرت؟
برای چی؟ خودت جواب بده این سوال تو. حالا که اینجوری بستگی داره که برمیگرده به نظرم دوباره به همون عادته یا مثلا ترسه یا امیده. یعنی تو شاید توی رابطه‌ای هستی که میدونی اون رابطه برات خوب نیست و به خودت دروغ میگی که خوبه و شاید ترس از دست دادن باشه، شاید عادت کردی اصلا به اون رابطه نمیتونی یعنی از اون شخص اشتباه به نظرت خیلی دلیلشون بر پایه ترسه؟ به نظر چون خیلی از اولش داری راجع به ترس صحبت می‌کنی. آره به نظرم من حس می‌کنم ترس کلا خیلی چیز عجیبیه، خیلی باعث ترس هست ولی ناآگاهی هم میتونه دلیل خیلی منطقی باشه. ناآگاهی هم هست، ناآگاهیه ولی برای مثلا چیزی میشه که دیگه تو نمیدونی اشتباهه. دقیقاً می‌خواستم اینو بگم. برای اونی که من دارم میگم میدونی اینجوریه که میگم میدونی داری اشتباه میکنی، میدونی هم داری به خودت دروغ میگی، ولی خب باز انجامش میدی. میتونه ترسه باشه، میتونه عادته باشه، ناخودآگاه باشه، حتی امیده که این درست آخه ببینید باید ببینی که از اون اشتباهت اون نتیجه چی میخوای بگیری. میدونی یه جایی رو مثلا یه اشتباهی انجام میدی، میدونی هم اشتباهه ولی مثلا میخوای یه نتیجه ازش بگیری. آره اینم هست. میدونی مثلا ما شاید خودمون خیلی دیگه اشتباه آگاهانه ایه. آخه مثلا میگم تو مثلا ما میدونیم که شاید پادکست گرفتن ما داره تایممون طرفمون شاید اشتباه باشه. آره. خب نمیگم 100% اشتباهه ها، ولی میدونیم یه درصدی تای چیزمون اینجوریم که مثلا ممکن اشتباه باشه، ولی در نهایت این کارو میکنیم چون دوست داریم. دقیقاً. ولی آگاهانه است. من خیلی سردم. این یکی اشتباهات اونی بود که آدم بیرون. یکی از اشتباهات اون این بود که دستمون نمیگیریم این رو. این مارشمالو کبابی سریرت نیاریم. حتما. ایده خوبی. پس تو میگی ترسه تاثیر داره یا نه خودت؟ ترسه تاثیر داره توی آگاهانه بودنه، ولی البته ترسه میتونه حتی ناخودآگاه هم باشه، یعنی رو اشتباهات ناخودآگاه هم تاثیر بذاره، ولی در کل به نظرم نمیتونه ترس دلیل اصلیش باشه. اگر آگاهانه ها رو بخوایم حساب کنیم خیلی جاها تو واقعا آگاهانه داری اشتباه میکنی. درسته. آره حتی همین که ورزش نمی‌کنیم میدونیم که باید ورزش کنی و اشتباه ورزش نکردنه. مثلا 50 سالگی قراره بدنت نابود چه سر ورزش نکردن، ولی آگاهانه داری انجامش نمیدی. دلیلش ترس نیست قطعا، دلیلش تنبلیه. دلیلش نمیدونم چیه ولی خب دیگه سوال داریم؟ نه چیت کدمون تموم شد. یعنی چیت کدمون تموم. راجع به اشتباه خودت بگو. پس اشتباهات چند روز پیش داشتم اشتباهی میکردم تا مرزشم رفتم. خیلی اشتباهی بزرگی بود به نظر خودم، ولی سری برگشتم. میدونی همون چیزایی بود که اولش آگاهانه بود، آگاهی نداشتم، بعد انگار یهو به هوش اومدی. دقیقاً بعدش که یکم دردش فکر کردم، یکم تحقیق کردم در موردش، آگاه شدم و اون اشتباه نکردم و خوشحالم از این که اون اشتباه نکردم. منطقیه. اشتباهات یکی از اشتباهات اینه که مثلا از یکی خوشت میاد و میدونی هیچ وقت قرار نیستش برسی ولی خوشت میاد. حسی که من به مسی دارم. میدونم هیچ وقت قرار نیست با هم باشیم. یعنی که مال نمیدونم که داری راجع به کی صحبت میکنی. شما چطور؟ منم این حسو به مسی دارم قطعا. اندازه من هیچ کی نداره. اول آنتوه و منم. اول زنش دوستش داره بعد من دوستش دارم. بچه‌هاش چی؟ نه بچه‌هاش متئو که اصلا باش دشمنه، بچه دومیه. من ولی این حسو نسبت به رونالدو دارم چون دوست دارم جورجی. خب دیگه چه خبر دوستان؟ راجع به اشتباهات دیگه بخوایم بگیم. حالا جدی یکی اشتباهات چی بوده؟ یکی از اشتباهاتم جدی باش. من خواستم اشتباه میگم، من خیلی آدم پرفکتی ام. بله نارسیست جلو آینه. این آخه اشتباه زیاد تو زندگیم کردم. خیلی اشتباه دارم تو زندگی. من که بزرگترین اشتباهاتم زولا پلی دادن بوده در زندگی و اشتباه بعدی رینبو سیکسه. ریپورتمون میکنه.
چی بود اسم شرکت تولید کننده؟ سورنا گیمز. الان سورنا گیمز اگه اینجا ریپورت می‌بینی کامنت بذار، اسپانسر شما هر روز تبلیغتون می‌کنم. آیجی هم لول 7 کن لطفا و کنتور مشکی هم می‌خوام. این الان یکی از بزرگترین اشتباهاتت بود که تو این اپیزود رو داشتیم مکالمه می‌کردی با سورنا گیم. خب ببین اشتباه من زیاد تو زندگیم کردم آخه، ولی خیلی معمولا چیز میکنم، سعی میکنم از ذهنم پاکشون کنم. تو کلا خیلی خوب میتونی صورت مسئله رو برای خودت پاک کنی. من اصلا نمیتونم. من شب موقع صورت مسئله رو پاک کنم ولی شب موقع خواب دهنم سرویس میشه. شب موقع خواب یادم مثلا سوتی که تو 7 سالگی دادم میافتم. من زیاد سوتی نمیدم مثلا. جلو من که زیاد دیدی سوتی، ولی خب آخه مثلا من همینجوری ام موقع خواب مثلا به تمام اشتباهات سالهای اخیر زندگیم فکر میکنم. ولی خب مثلا به اشتباهی تو 7 سالگی کردم فکر نمیکنم. نه مثلا به دیالوگایی که تو موقع به کار بردم توی جمعی هم الان دوباره یادم افتاد، اصلا خورد شد. مثلا تو پیش دبستانی ماشینای ملت رو میشکستم. بعد این کیف داشتم، کیف چیز بود، باب اسفنجی بود، این روش سفت بود. آره. هارد بود، ولی روش تب میزد. من که اشتباهات این بود که زیادی پسر خالم اعتماد میکردم تو بچگی. مثلا PS1 داشت خونشون، بعد من 4-5 سالم بود، بعد میزد شبکه 3، بعد دستم به من میداد میگفت داری فوتبال بازی میکنی با PS1، ولی خب خودش داشت فوتبال میدید. آره داشت فوتبال میدید و من اینجوری بودم که علی این چرا گل نمیزنه. من این سیستمو داشتم با یه نفر یک از فامیلا، بعد مثلا PS13 بازی میکردی من گفت مثلث رو بگیر قوی‌تر دفاع میکنی، دروازه‌ام میاد بیرون وسط زمین بهم گل میزد. هیچ وقت درس نمیگرفتم ازش. کلا اشتباهات بچگی هم عجیبه. اشتباهات بچگی خیلی جذابه. اونجایی که تو استخر توپ داری غرق میشی، زیر دست و پای یکی از رد میشه، 3 متری میپری پایین و فکر میکنی اسپایدرمنی. دیگه چی؟ دیگه اشتباهات. خیلی دوست دارم راجع به اشتباهات خودمونم صحبت کنیم، ولی باید یه اپیزود خیلی چیز بگیریم. پرایوت. نه پرایوت نه. پرایوت نه پابلیش شه، برای خودمون باشه. میتونیم مثلا کلوز فرند بذاریمش. بله. یه همچین چیزی. اونلی فنز بذاریمش. فقط هواداران ببینن. هواداران ببینید. هواداران ببینید. اشتباهات خودمون خب الان واقعا چیزی یادم نمیاد. من خیلی اشتباهات خیلی چیزی، یعنی ای کاریو نخواستم، یعنی اشتباهم بوده باشه خودم خواستم اون اشتباه بکنم. اینجوری نبوده که ناگهانه باشه، چون کلا هر چی کاری که میخوام بکنم 2 روز قبلش دارم فکر میکنم و اینجوری هم که من این کارو بکنم یا نه. اشتباه پس انجام میدم. کلا علاقه خاصی به انجام اشتباهات داری. مثلا بلش روم زوم کنی، بوم بوم کنه قلبم. همین بریم سردم میدونی. منم همینطور. اگه سردم نبود همینو ادامه میدادیم تا یه ساعت دیگه. ولی سرده. امیدوارم که لذت برده باشی. این اپیزود میتونیم ادامه دارش کنیم. آره به نظرم احتمالا این اپیزود سری بشه و با آدمای مختلف در ادامه آره بیشتر ببینیدش. میدونی چی من دوست دارم در مورد اشتباهات خودمون چه پادکستی بگیریم؟ یکی نفر رو بیاریم و اون به عنوان مجری از من و تو سوال بپرسه. آره اینجوری خیلی بهتر که بتونیم راحت حرف بزنیم، چون اینجوری من و تو همه چیز همو میدونیم، هیچ اشتیاقی برای گفتن نداریم. آره دقیقاً. ولی اون که بیا به زور از همون میکشه بیرون. دقیقاً. این اپیزود احتمالاً یه سری بشه و شما هم بیشتر برامون از اشتباهاتتون بگید. کامنت های همین ویدیو بیاید بگید. کامنت های این ویدیو، ناشناس تلگرام. اگه میخواید کلا نفهمن کی بودی و کی هستی، ناشناس تلگرام پیج چنل تلگرام اونو بیارید اونجا، لینک ناشناس هست. آیدیمون هم تو همه جاهایی که هستیم دسیبل کسته. توییتر، نمیدونم تیک تاک همه جا هستیم ما. همه جا میتونید برامون بیاد بنویسید. یعنی شبح پشت سرتون دیگه بریم. سرده، خیلی سرده. امیدوارم لذت برده باشید. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید لطفاً. اگه دوست داشتید، اگه فکر کردید ما ارزش داریم، به دوستتونم ما معرفی کنید. ممنونم. خواهش میکنم. قربون چشات.